نه مامان این مال سس جوجه کبابه. بده این سس جوجه کبابه، واقعا خیلی خوشمزش میکنه وقتی به مواد جوجه اضافه میکنی. این سس ها هم که تفاوت داره با هم، با اینکه شکل همن. این مدل روحه، این یکی هار جدنه، یعنی خیلی تون. حالا کجاش نوشته بود هار جدن؟ اینا هستش. نه ماما این هم یه سس تنده دیگه، سس دلبسته مکزیکی. این هم سمبوسه له شده. اگه سس